روز 8 دکامبر سال 2022 در فرودگاه ابوظبی امارات متحده عرب تبادل محبوسان بین امریکا و روسیه صورت گرفته است. رسانه‌ها خبر دادند که جانب امریکا شهروند روسیه ویکتور بوترو که در امریکا با جرم قاچاق سلاح حکم خود را ادا می‌کرد، با بریتنی گرینر بسکتبال باز امریکایی در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود عوض کرده است. ویکتور بود سال 1967 در ناحیه لنین در کنار پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده در همین جا به وای رسیده است. او را شاه سلاح فروشان مینامند. گفته می شود هر دو محبوس پیش از تبادل از طرف حکومت‌ها عفو شدند. این معنای آن را دارد که نه بود و نه بریتنی مهلت باقی مانده حکم را در وطنشان سپری نخواهند کرد و در کشورهایشان به جوابگری کشیده نخواهند شد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است که تبادل با میانروی امارات متحده عرب و عربستان سعودی صورت گرفته است. این وزارت نوشته است روسیه از دیر باز است که برای رهایی بود کوشش میکرد و با امریکا پیوسته مذاکره مینمود، ولی جانب امریکا قطعا این قضیه را رد میکرد و مخالف استرداد او به وطن بود. به گفته این وزارت در این تبادل نقش اساسی را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بازی کرده است و تبادل بود با ورزشگر امریکایی به کوشش‌های بی‌واسطه او عملی شده است. یک منصبدار والامقام کاخ سفید نیز به CNN گفته است که رئیس جمهور بایدن همیشه با تیم مذاکره کننده در علاقه بود. بریتنی گرینر یکی از مشهورترین زن در بسکتبال جهان بوده، چمپیون دو کاراته جهان و چمپیون دو کاراته المپی است. بریتنی را ماه فوریه سال 2022 همگی چند روز پیش از آغاز جنگ در اوکراین هنگام بازگشت از نیویورک به مسکو در فرودگاه شرمتوف بازداشت کرده بودند. بنا به فرضیه دادگاه گویا هنگام تفتیش کارمند فرودگاه از باگاژ دستی او یک مقدار خرد مواد مخدر را پیدا کردند. ویکتور بوترو هنوز سال 2008 پلیس تایلند در بانکوک با درخواست امریکا بازداشت و سال 2010 به آن سوی اقیانوس استرداد کرده بود. دادگاه امریکا بوترو با جرم دست داشتن در قاچاق سلاح به رژیم‌های گوناگون و گروه‌های مسلح غیر قانونی در گوشه‌های گوناگون جهان به 25 سال زندان محکوم کرد.